در گفتگوی امروز قراره بریم سراغ یکی از شگفت انگیزترین و شاید بشه گفت جسورانه ترین داستانهای شاهنامه فردوسی، داستانی در مورد یک پادشاه، یک وسوسه شیطانی و یک تلاش کاملاً بی‌سابقه برای فتح آسمون. میخوایم با هم ببینیم که چطور جاه طلبی یک پادشاه خیلی قدرتمند اون رو به ساخت وسیله‌ای برای پرواز میرسونه و خب سرانجامش چی میشه. و نکته خیلی جالبش اینجاست که این فقط یک داستان ماجراجویانه نیست. این در واقع یک بررسی عمیق درباره طبیعت قدرت، غرور و اون مرز باریک بین اعتماد به نفس و حماقت. سوالی که این داستان مطرح میکنه اینه که حد و مرز جاه طلبی انسان واقعاً کجاست؟ عالیه. پس بیایید از همون نقطه شروع این وسوسه شروع کنیم. داستان با یه جلسه پنهانی شروع میشه. ابلیس دیواش رو جمع میکنه و ازشون میخواد که فکر کیکاووس، پادشاه ایران، رو از راه یزدان پاک منحرف کنن. دقیقاً. اینجا نقطه شروع وسوسه است. ببینید، ابلیس مستقیم وارد عمل نمیشه، بلکه یه نماینده ماهر رو میفرسته. این دیو خودش رو به شکل یک خدمتکار خوش صحبت و آراسته در میاره. این تغییر چهره خیلی مهمه، چون وسوسه همیشه در لباس زیبایی و منطق ظاهر میشه. پس این دیو در حین شکار به کاووس نزدیک میشه، درسته؟ بهش یه دسته گل میده و شروع میکنه به ستایش کردنش. بهش میگه تو تمام جهان رو فتح کردی. پادشاهای دیگه در مقابل تو هیچی نیستن، اما یه کار مونده که نشان تو رو در جهان جاودان میکنه. بله، و اینجاست که اون هوش اهریمنی خودش رو نشون میده. دیو به کاووس نمیگه برو پرواز کن، بلکه کنجکاوی و غرورش رو تحریک میکنه. ازش سوالایی میپرسه که ذهنش رو به چالش بکشه. مثلا میپرسه راز خورشید چیه؟ ماه چطوری میگرده؟ سالار این چرخ گردون کیه؟ یعنی دقیقاً میزنه به نقطه ضعفش. بهش این حسو میده که تو فرمانروای زمینی ولی از آسمون هیچی نمیدونی. انگار تنها قلمرویی که هنوز فتح نکردی آسمونه. دقیقاً. بزرگترین نقطه قوت کاووس، یعنی همون قدرت زمینیش رو هدف میگیره تا بزرگترین ضعفش، یعنی جاه طلبی بی حد و حصرش رو تحریک کنه. و خب این حرفها کاملاً روی کاووس اثر میگذاره. فکر فتح آسمون تمام ذهنش رو میگیره. از دانایان و ستاره شماران در مورد فاصله زمین تا ماه میپرسه، ولی در نهایت یه به قول فردوسی کج و ناخوب چاره انتخاب میکنه. بله، خود فردوسی از همون اول به ما هشدار میده. این عبارت یعنی از همین الان به ما میگه که این نقشه به جایی نمیرسه. و اون چاره یکی از خلاقانه ترین و در این حال عجیب ترین ابزارهای ساخت بشر توی شاهنامه است. دستور میده که بچه عقاب‌های قوی رو اونا رو با گوشت بره و مرغ پرورش بدن تا اونقدر نیرومند بشن که به قول فردوسی بتونن یه قرم یا قوچ کوهی رو شکار کنن. بعد هم نوبت به ساخت خود وسیله پرواز میرسه. یه تختی از چوب عود قمری میسازه و درزهاش رو با طلا محکم میکنه. کاملا. بعد 4 تا نیزه بلند در 4 طرف تخت نصب میکنه. از نوک هر نیزه هم ران یه بره رو آویزون میکنه و 4 تا عقاب نیرومند رو به پایه‌های تخت میبنده. سازوکارش واقعاً نبوغامیز و در عین حال بیرحمانه است. بی‌نظیره. عقاب‌های گرسنه برای رسیدن به اون گوشتی که بالای سرشونه تلاش میکنن و با بال زدن تخت رو از زمین بلند میکنن. این تصویر یه استعاره قدرتمند از خود کاووسه. اونم توسط گرسنگیش برای قدرت و دانش به سمت بالا کشیده میشه. پس کاووس روی تخت میشینه و نقشه عملی میشه. عقاب‌ها تخت رو از زمین بلند میکنن و اون رو از دشت به میون ابرها میبرن. فردوسی اینجا 2 تا روایت رو میگه، درسته؟ بله، و این دوگانگی در نیتش خیلی جالبه. یکی این که کاووس میخواسته تا جایگاه فرشته ها بالا بره، یعنی هدفش کسب دانش بوده. و روایت دوم؟ روایت دوم اینه که میخواسته با تیر و کمون با آسمون بجنگه، یعنی یه نیت تجاوزکارانه داشته. پس هم کنجکاو بوده و هم متجاوز، ولی نتیجه در هر دو حالت یکیه. اون از حد خودش فراتر میره. دقیقاً. پرواز ادامه پیدا میکنه تا جایی که
خب، عقاب‌ها خسته میشن، نیرویی براشون باقی نمیمونه و ناگهان اوجگیری متوقف میشه. و اون لحظه سقوط فردوسی خیلی زیبا توصیفش میکنه. نگونسار گشتن ز ابر سیاه، کشان بر زمین از هوا تخت شاه. اینجا دیگه قانون طبیعت و محدودیت‌های فیزیکی خودشون رو تحمیل میکنن. ببینید، جاه طلبی کاووس میتونست اون رو تا ابرها ببره، اما نمیتونست قوانین جهان رو تغییر بده. فردوسی میگه چنین باشدان کس که گیردش آز. سقوطش نتیجه مستقیم حرص و طمعشه. و تخت و پادشاه توی بیشه‌ای سقوط میکنن، ولی در کمال شگفتی کاووس زنده میمونه. بله، فردوسی میگه چون قرار بود از نسل اون سیاووش به دنیا بیاد، تقدیر اون رو زنده نگه داشت. خب کاووس توی اون بیشه تنها، خار و پشیمون به درگاه خدا نیایش میکنه تا اینکه سپاهیانش پیداش میکنن، پهلوانایی مثل رستم و طوس. و لحظه رویاروییش با پهلوانان یکی از تکان دهنده ترین بخش‌های داستانه، مخصوصاً خطابه گودرز. اون اصلا کوتاه نمیاد و کاووس رو به شدت سرزنش میکنه. آره، گودرز بهش میگه خرد نیست او را، نه دانش نه رای، نه هوشش به جای است و نه دل به جای. بعد تمام اشتباهات گذشته کاووس رو به روشش میکشه. دقیقاً. یکی لشکرکشی فاجعه بارش به مازندران، یکی دیگه مهمون دشمن شدن و اسارتش، و حالا هم این تلاش برای جنگ با آسمون. و با طعنه بهش میگه صنم بودی اکنون برهمن شدی، یعنی قبلا مثل بت بودی حالا شدی یه مرتاض سرگردون. و بعد هم پیش بینی میکنه که این داستان همیشه مایه تمسخرش خواهد شد. میگه پس از تو بدین داستانی کنند که شاهی برآمد به چرخ بلند. واقعا این سرزنش‌ها برای تحقیرش نیست، بیشتر برای بیدار کردنشه، درسته؟ دقیقاً. پهلوانها بهش یادآوری میکنن که یک شاه باید بر اساس خرد و مشورت حکومت کنه، نه هوس‌های لحظه‌ای. اونا در واقع آینه وفاداری واقعی هستن، وفاداری که حتی موقع سرزنش کردن پادشاهشون هم وجود داره. و کاووس در برابر این حرفا کاملا فرو میمونه، شرمنده میشه و به اشتباهش اعتراف میکنه. بله، و این اولین قدم برای رستگاریشه. پس از بازگشت به پایتخت خودش رو توی کاخ حبس میکنه، یه دوره انزوا و توبه رو شروع میکنه. 40 روز پا برهنه روی خاک در پیشگاه یزدان نیایش میکنه. از شرم دربار رو تعطیل میکنه و کسی رو به حضور نمیپذیره. گنج فراوونی میبخشه و از گناهش طلب آمرزش میکنه. یعنی از اوج غرور به عمق پشیمانی میرسه. دقیقاً. این نشون میده که حتی بزرگترین گناه، یعنی سرکشی در برابر آسمان، با توبه صادقانه قابل بخششه و خداوند در نهایت اون رو میبخشه. و بعد از بخشیده شدن به یک پادشاه عادل تبدیل میشه. حکومتش دوباره شکوه سابق رو پیدا میکنه و همه مهتران دوباره به درگاهش روی میارن. بله، داستان با این جمله تموم میشه که شاه دوباره بر تخت زیبا شد و به آب وفا روی خود رو شست. پس داستان پرواز کاووس یه ماجراجویی ساده نبود. یه سفر بود از اوج قدرت و غرور به عمق شکست و پشیمانی و در نهایت به رستگاری از طریق پذیرش اشتباه. شاید سوالی که این داستان برای شما باقی میگذاره این باشه که توی زندگی امروز ما، آسمون شخصی ما که وسوسه میشیم اون رو فتح کنیم چیه؟ اون جاه طلبی بزرگی که ممکنه ما رو از محدودیت هامون غافل کنه کجاست؟ و مهمتر از اون، آیا ما هم مثل کاووس شجاعت پذیرش اشتباه و بازگشت از یک مسیر نادرست رو داریم؟ سپاس از تماشای این ویدیو.